از یک نفر سیمبول میسازند و با اون تعظیم و تعریف و توصیف هر کاری میکنن. مگر تاجیک برای همین زاده شده است؟ خدمت کردن برای مردم، برای حکومت رحمانوف، این خیانت است، این دشمنی است. شما همین کسایی که میبرن امروز ادعا میکنن در اینترنت نوارها میکنن بازید ایزد امان، بازید مخالف، بازید حسین اشرف، بازید فلان و فلان، همین رو یک بار تماشا کنید چه تصوراتی دارن از تاجیکستان. فکر میکنن که در یک بهشت زندگی میکنن که در اونجا دیگه هیچ چیزی دیگری نیست، هیچ چیزی برای اونها لازم نیست. اما ما سال با سال طرف پشت میریم، پایان میریم. این چی را نشان میدهد؟ مگر در کشوری که در اونجا بهشت باشد مردم فرار میکنن؟ مگر در کشوری که اونجا بهشت باشد 2 میلیون مهاجر خواهد داشت، چند هزار پناهنده خواهد داشت؟ در کشوری که اونجا بهشت باشد دانشمندان این کشور کجا میروند؟ نخبگان سیاسی، نخبگان فرهنگی اون کشور کجا میروند؟ نابود میشن از بین، خود به خود روز تا روز کشته میشن. کجاشون اون نخبه های فرهنگی ما؟ امروز یکی از اونها رو میبینیم کجاشون نخبگان دینی ما؟ یگان تاش امروز وجود نداره در تاجیکستان. همه ایرا رحمانوف از بین برد. نخبگان سیاسی کجا شدن؟ مگر یک خانواده رحمانوف هیچ کسش نمون، همش برداشت رفت. حالا اینها میبرن ادعا میکنن که ما در بهترین زندگی، در بهترین جای زندگی میکنیم، در بهترین شرایط. مدام آمارهای جهانی را نشان میده. هزارها روزنامه‌نگارا پشت زندان میشوند. هفته گذشته 100 چند نفر دانشمندی کشور را پشت زندان کردند. دلیر شریپوف یک روزنامه‌نگار حقجوی کجا شد؟ 1 سال پشت پنجره‌اش بردن. حاضر اومده از در آزادی میتونه یک اونجا کار کنه. هزارها روزنامه‌نگار دیگر، هزارها سامانه‌ها، رسانه‌ها همه بسته شدند. آزادگان، نجات، ده‌هاش هم میتونیم برای شما نام بیاریم. شما یادتون هست انجمن حزب خلقی دموکراتیه که در انتخابات سال 2020 چگونه عملکرد نشان داد؟ تمام رئیسان، وزیران، نمایندگانی که از نام خلق میرفتن در اونجا اشتراک میکردن، همه اونها یگان تاش حاضر نبود بر رادیوی آزادی یک نقطه گپ بزنه که در انجمن چی حل شد، چی نقل شد، چی انتخاب شد. حالا نظر کنید همین کسایی که از حزب خلقی دموکراتی اند در سر قدرت هم امروز، همه اینا آینده ما و شما را تصمیم گیری، آینده زندگی ما و شما، آینده زندگی فرزندای ما و شما دست همین چند نفر است. چند نفری که امروز خودشون نماینده خلق میشمارند. در همون انجمن حزب چی تصمیم گیری ها شد؟ رحمانوف و نمایندگانش که در اون جلسه اشتراک کردن حاضر نبودن که بر رادیوی آزادی در یک سوال اونها جواب بدهند که در انجمن چی گذشت، چی انتخاب شد. باز من این نوار رو برای شما میمونم میبینید که آزادی بیان در نمایندگانی به گفت خودشون خلق چی است؟ اونا واقعا نمایندگان خلقن؟ از اینجا ما به اون آزادی بیان اصلی میرسیم که در تاجیکستان واقعا آزادی بیان است یا اینکه نه. این نوار واقعا واضح و روشن از تاجیکستان برای ما و شما خبر میدهد، به نمایش میگذاره. وضعیت تاجیکستان روشن برای ما و شما میگه. دیگه نیاز نیست که ما اون طرف نگاه کنیم. وقتی که یک نماینده مردمی نمیاد به پیش مردم صحبت کنه، در یک سوال روزنامه‌نگار جواب بده، این چی را نشون میدهد؟ در کره شمالی هم همه خیلی مردم زندگی میکنن. از یک نفر سیمبول میسازن و با اون تعظیم و تعریف و توصیف هر کاری میکنن. مگر تاجیک برای همین زاده شده است؟ همین حمله های از این طرف و طرف ما بسنده نیست؟ چین نیمی زمین ما را گرفت، امروز قرقیزستان بالای زمین ما پادرازی دارد. روزی گذشته هم سهراب ظفر رئیس حرکت سیاسی گروه 24 در سخنرانیش خوب ذکر کرد. گفت که رحمانوف تملق‌کار است، چاپلوس است و مردم از چاپلوس میکند. چون کسی که با چاپلوسی به سر قدرت آمده است هرگز مردم دیگر خیلی نمیسازد. مردم مثل خودش چاپلوس میسازد، مثل خودش تملق‌کار میسازد. این مشخص است. بیا نوارا میبینیم بعدا صحبت ادامه میدیم. انجمن میخواستم بپرسم که درباره انجمن میخواستم پرسم از شما
چی مسئله بررسی شدن؟ این خیلی معلومه که زنم. معلومه بیاد شما چند جمله کدام مسئله بررسی شدن؟ یک چی پرسیم درباره انجمن کدام مسئله بررسی شدن؟ چی نویگری شد؟ کم تدالین باور چیز که درباره انجمن که کدام مسئله درباره انجمن می‌خواستم بپرسم. شب که چی کدی نمیشه. نه شما وکیل هستید؟ بخشش کم تام وقتم. نه من یک چیز که شما چهره جوان این حزب هستید. همین چی چیز شما رو به همین حزب آورد؟ خوش می‌نم چند جمله که چی چیز شما رو به همین حزب آورد؟ وقتم کم است. تشکر زیاد. می‌ندار. ما این همه خیلی میمونیم در پیر آخر شما خیلی نمیتونید که برای چی حزب ما انتخاب کردید؟ کم وقتم. یک چیز پرسیم از شما. درباره التماس همین من اون که چی مسئله اینجا بررسی شدن چی گفتن؟ رادیو آزادی. بیا که رادیو آزادی. موقع بخدمو. بهترین انجمن بود. های کیا نامزد شدن؟ نامزد ها کی هستن؟ اجازه دادم. شما اینترویو نتیتون کرد. من رئیس حزب اجازه نکردم. شما کارمند مقامات قدرتی نه شما مالش نامزدها کیا هستن؟ نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان کیا هستن؟ ما به شما گفتم نمیدونم وجود داره رو خط اساس. خوب دوستان دیدید که با کپکچه صحبت کردن نمیشید است. باید ما کپکه رو بگیریم تا دولینمون هم میاد جوش بگیرد بعد صحبت ادامه میدیم. باز ما از برادر وایسیزی هم یک توصیه میتونیم که برادر وایسیزی پیش از صحبت کردن خوب دیگه برای دولین پایان اومدن یگون چوی دیگر هم بنوش. این است واقعی آزادی بیان. این است واقعی آزادی بیان در کشور ما و شما. وقتی که یک نماینده خلق در اونجا وکیلایی که 5 سال برای مردم به گفت خودشون خدمت کردن وجود حضور داشتن 75% وکیلا از حزب خلقی دموکراتی است اونها در اونجا حضور داشتن نماینده های ما و شما به گفت خودشون کدامش اومد به ما و شما جواب داد او یگان تاش گپ زد در یک سوال جواب داد یگان نماینده یگان نفر از مابین خلق در اون انجمن اشتراک داشت این است اون چیزی که اونو برای ما و شما آزادی میگن این است اون آزادی که امام علی رحمانوف برای ما و شما نشان میدهد اونو که ما و شما همیشه تولک بزنیم رقص کنیم برای یک خانواده برقصیم بتازیم داراییمون رو بتیم فرزندامون رو هدیه کنیم براش این است اون آزادی که برای ما و شما امروز معرفی میکنه حکومت دیکتاتوری امام علی رحمانوف شما ببینید یگان لیدرها را در خارج کشور آدم‌ها را نمی‌بینن که لیدر شوند این هم با آزادی بیان ربط ندارد کرامت شریف کجا شد کسی که برای ملت خدمت میکرد بردنش در تاجیکستان چیکارش کردن یگان زهر پر دادن کشتنش عزت امان حالا بگه که این نفرها از سیاست گپ میزنن بیا بگذار باشد باز من اگر بخواید چهره براتون نشون میدم که شما اصلا در تعجب میافتید یک جوان دانشجوی 22 ساله به خاطر هموطنان خود به اداره پلیس رفته است که آنها را در رشته حقوقی میشناسه از مشورت بده که اونها از اداره پلیس رها شوند او را تهدید کردن که این کار انجام ندهید خدمت کردن برای مردم برای حکومت رحمانوف این خیانت است این دشمنی است این است زندگی که برای ما و شما میارن میرسونن پس دوستان عزیز ما و شما باید این منبرها را خوب استفاده کنیم برای به نفع ملت حالا همون قانونی که برآمده بود درباره مشخص کردن یعنی آشکار کردن دارایی‌های منصبداران همین دارایی‌های منصبداران به خاطر قانون قبول شد که پارلمان قانون قبول کرد که دارایی منصبداران باید آشکار کرده شود ولی همین دارایی رو آشکار کردن ولی به خاطر خانواده رحمانوف برای مردم نه کمیته انداز از تمام کسانی که دارایی داره منصبداران از اونها پرسید ولی چرا در رسانه‌های نشر نکرد چون میترسه از ما و شما این گفته وایسدین در همین بابت از ما و شما میترسه که ما از دارایی اونها ندونیم از معاش اونها ندونیم همین فوند پرزیدنت یا که فوند پس همون نامش نگیریم همون فوند همون از بودجه کشور ما میروه 5 میلیارد زیاده از 5 میلیارد دلار آمریکایی در اونجا جمع شده است 2 سال میشه یعنی 3 سال است همون پول کجاست این آزادی بیان است
مگر پول بودجه ما و شما، پول مالی ما و شما، جیگری ما و شما میرود در دست یک نفر، کجا روانش میکنه مشخص نیست.